برق تاجیک رسما سبب بالا برده شدن نرخ را اعلام کرد. قرض بزرگی این شرکت. بار اول نیست که این شرکت نرخ برق را با هر بهانه بالا میبرد، اما بار حسابات نشر نکرده است. یعنی تا حال نرخ استحصال برق و درآمد و برآمد شرکت دولتی برق تاجیک نامعلوم باقی میماند. طبق معلومات وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آب تاجیکستان، قرض برق تاجیک ماه ایون سال جاری به 14.7 میلیارد سومانی 161 میلیارد دلار رسیده بود. حالا این قرض از مرز 15 میلیارد عبور کرده است. در سال 2015 برق تاجیک 2.8 میلیارد سومانی یا 460 میلیون دلار ضرر دید. با این پول امکان دارد 1.5 میلیون دانه دستگاه استحصال برقی آفتابی خرید. برای معلومات در تاجیکستان 1.2 میلیون خواجگی هست. 2. نیروگاه برقی آبی سنگتوده 1 را ساخت. برای ساختمان سنگتوده 1 482 میلیون دلار مصرف شده است. 3. 2 نیروگاه برقی آبی سنگتوده 2 را ساخت. برای ساختمان سنگتوده 2 220 میلیون دلار مصرف شده است. برای ساختمان این 2 نیروگاه برقی آبی با سبب نبودن پول روسیه و ایران جلب شده اند که اینک 75% سنگتوده 1 به روسیه تعلق دارد و سنگتوده 2 12.5 سال مال ایران است. در سال 2017 برق تاجیک 360 میلیون دلار ضرر دیده است که برابر به نیم قیمت این 2 نیروگاه برقی آبی می باشد. سالانه تاجیکستان حدود 17 میلیارد کیلووات برق استحصال می کند. مبلغ فروش آن با حساب تخمینی 3 میلیارد سومانی را تشکیل می دهد. برق تاجیک در سال 2015 به 3 میلیارد برق فروخته قریب 3 میلیارد دیگر ضرر کرده است. یعنی خراجات این شرکت از درآمدش 2 برابر بیشتر است. 6 میلیارد سومانی با قرب میانه سال 2015 1 میلیارد دلار می شود که برابر به قیمت سنگتوده 2 480 میلیون دلار، کاسه هزار 314 میلیون دلار و سنگتوده 1 220 میلیون دلار است، یا برابر به 40% بودجه تاجیکستان. این قدر مبلغ را برق تاجیک در یک سال به کجا مصرف کرده است؟